سلام به دوستان عزیز و خوبم. طرح جاکلیدی خانم سو و آقای بیلی رو من توی پیج گذاشته بودم. از روی این کپی شما باید 2 تا 3 تا حتما کپی داشته باشید تا بتونید قسمت دست، آستین و پیشبند رو جدا در بیارید. الان من اینجا بهتون نشون میدم. به این صورت روی مقوا چسبوندم. دامن، پیشبند، کلاه، کفش، آستین و همینطور دست خانم سو. قالب کارمون آماده است. نیاز داریم به متریالمون. پارچه میخوایم. من از پارچه های وارداتی کره‌ای استفاده میکنم. اینا به هیچ عنوان خراب نمیشن. طول عمرشون و کیفیتشون فوق العاده است. پارچه ها رو بعد از اینکه گرفتین حتما باید آب بکشین و نمدار که شدن اونا رو اتو میکنید. نیاز داریم به نخای همرنگ که باید همرنگ پارچه هاتون باشه. قیتون نیاز داریم حدوداً 20 تا 30 سانت. برای پیشبند خانم سو به تور نیاز داریم. حالا شما از هر توری که دم دستتون باشه، تو خونه ها معمولا باید باشه. تور داشتید از اون تورا میتونید استفاده کنید. من از این گلای چیپسی استفاده میخوام بکنم. شما میتونید استفاده کنید. اگه نداشتید از چیزای دیگه هم میشه استفاده کرد. حلقه جای کلیدی، یه مقدارم الیاف میخوایم و یکی از چیزایی که خیلی مهمه لازم داریم پشم شیشه چسب داره. پشم شیشه چسب دارمون 2 رو داره. یه طرفش که صافه، طرف پشت کارمون دوندونه و زبره. ما طرح رو روی این قسمت میکشیم و به پارچه میچسبونیم. یکی از چیزای اصلی که نیاز داریم سوزنه. سوزنه‌ای که نیاز داریم حدوداً سوزن اپلیکه بهش میگن، حدوداً 2 سانت، 2 سانت، 2 سانت و نیمه. سوزنه خیلی ریزی هن که کار روی دستتون بتونید کار به چرخونید، سوزن اذیتتون نکنه. به این صورت شما خانم سو رو به این صورت میخواید بدوزید. به این صورت. و این هم جاکلیدی آقای بیلی. به این صورت کلیدا میاد بیرون. شما از این جاکلیدی برای آویز کیفاتون هم میتونید استفاده کنید. خیلی شیکه و قشنگ. پس شما این کارا رو انجام بدید. جلسه بعدی با هم شروع میکنیم گام به گام و نکته به نکته تمام مراحل دوخت و برش رو بهتون آموزش میدم. به امید دیدار.